در اینجا دو سوال کار میکنیم، 144 و 145 رو درباره لپش ها. خیلی سوال رو خونیم اول. دو سیستم موافق معادله های 10 سینوس پی تقسیم 6 ت سانتیمتر این لپشون بفرم موافق لپش میکنن. دیگه هم دیگه 5 سینوس پی تقسیم 6 امپلیتود لپش سیستم یکم از امپلیتود لپش سیستم دوم چند مرتبه زیاد است. امپلیتود اگر دانیم ما یعنی لپش ما چقدر بالا یا اینکه اصلا پایین میرود. بکشیدن هم اگر کنیم، اگر هم خیلی فرمول داشته باشم مدلشون لپش امپلیتود هم وقت این کوفیشنت به سینوس یا کوسینوس است. همین چی است امپلیتود. چقدر که میبینیم از امپلیتود یکمش مدل یکم امپلیتودش 10 متر سانتیمتر بگذار باشد و از اون دومش چند است؟ 5 است. 5 سانتیمتر اصلا بالا میره. بعد چقدر که میبینیم دو مرتبه زیادتر است از موجود چند مرتبه دو مرتبه زیاد است. باز در رسمش باز در اینجا نکشیدم، در سوالی نوبتی رسم دارد، در اینجا هم نقص میتونیم. در رسم گرافیک داشتهش میپرسد که سیستم یکم از آغازش پیدا چند لپش کرد، یعنی چند وای رو تمام کرد میگه. لپش رو بچه میتونیم یعنی از تریگونومتری هستن. در تریگونومتری میخوای فونکسیون بده میتونه فونکسی تریگونومتری گرافیکش نمیخواد است. امپلیتود در درس ببینیم امپلیتود این چی است؟ از همه بالا رفتنش یا از همه پایین رفتنش. این امپلیتود است از جایی لپش شویش. برای سیستم دوم امپلیتود از جای لپش یعنی امپلیتود این است یا اینکه از همه پایین این است، یعنی از بالا تا پایین نه، از چه گویم خطی که لپش میکند یخه از همونجا امپلیتود و نقطه بالا یا نقطه پایین ترین، یعنی برای یکمش هم اینه لپش. و از اینجا از ما میپرسه از آغازش چند لپش تمام میکنن، یعنی چند بار به نقطه اوله میبیاید، یعنی چند دور میزند. سو گرافیک سینوس اگر به خاطر داشته باشیم سو از اینجا سر میکنیم میرود تا اینجا به نقطه اوله میبیاید، یعنی یک دوری پورا میکند، یک لپش میشود و باز چکا میکند، باز سر میشود با هم میرود باز به همین نقطه و همین با لپش دیگر یک تا میخورد، یعنی همگی چقدر که دیدیم دو تا لپش هست.